جانم باشی زاکر. خیلی صدات قشنگه. تشکر زیاد، سلامت باشی. من دوست داشتم. الهی من فدای اون چشم میخوام اینا بدونی که میمیرم برات. حالا یارو بیا امین جانو ببین. یارو بیا دل میل تو داره گرفتارم بیا. شما 2 1 27 نه 28 میخونم. نوشتی؟ تا حالا فکر کنم نشیدمش جایی. آره رو من خودم نشد. خیلی بلایی. ولی فکر کنم خود ننوشتی. با چه شکره برای دیدن تو بیقرارم تا بیام از سفر. بیام و حلقه بر در بزنم که اومدم بی خبر. درود، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش اومدید به چنل خودتون پریفان میوزیک. برگشتیم باز هم خدمت نگاهی قشنگ شما عزیزان. خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. بریم و با هم دیگه همراه بشیم با یه ویدیو جذاب. برگشتیم با زاکر میوزیک. زاکر جان در کنار امین جان قراره بترکونن برامون و ما هم دارم دف بزنیم و عشق کنیم. دلم براتون تنگ شده بود. گل پسرا بریم و ببینیم. اگه از ویدیو ما خوشتون اومد لایک رو فراموش نکنید. در کامنتر همین نویسیم لایک فراموش نمیکنیم. با در آخر صحبت میکنیم. البته رفتیم. برو بریم. چت رولت کا. سلام علیکم. سلام. خوب هستین خانوما؟ مرسی. ما بچه‌های تاجیکستان. شما خوبی؟ مرسی، ما عالی هستیم. اینا چیه رو سرتون؟ یا کلاه تاجیکی. خیلی الان کجایی شما؟ تاجیکستان. آهنگ میخونی، میخوای گوش بدی؟ آره مرسی. یک آهنگ تاجیکی میخونی شما گوش بدین. میفهمی لهجه رو یا اینکه نمیفهمی؟ تا آخرش بودم بگی. رفتین. ای جان من اسیرم، ای عمر من فدایم، عمرم و آخرم، بلال جان فزایم، ای جان من اسیرم، ای عمر من فدایم، عمرم و آخرم، بلال جان فزایم. تو میروی خیرام، من با دو چشمی گیرم، آشفتم و پریشان، تو عقبی عاشقشون شد. من هیچ وقت نشیده بودم با هم بخونن. همیشه یکی یکی میخونن، جدا جدا میخونن. خیلی قشنگ بود. یا دوگانه میخونن. چون تاجیکی بود. الان همخوانی کردن. بسیار دلنشین. آفرین پسر. تشکر زیاد، زنده باشین. عاشقتم زاکر. یعنی سلطان ادب و احترامی. نگاش کن. یگان سخنش رو فهمیده خانمو؟ کاملا آره فهمیدی. فارسی بود دیگه. اینکه بیا از پیشم نرو، عشق من اینا زیبا. زنده باشی خانمو. یعنی که ما بچه‌های تاجیکستان هستیم. برادر من بسیار سرودهای ایرانی رو بسیار خوب میخونه. بی‌نظیر. خواهید داشته باشین میخونه یک آهنگ ایرانی برای شما. اگه لطف کنی خیلی خوشحال میشم. زنده باشی. یادت نره دوست دارم، خیلی دلم تنگ برات، دار و ندارم و بگی مال خودت مال چشات، خورشید و بردار و بیار، آفتابی شو به خاطرم، قرارمون یادت نره. عالیه. وسط اجرای بی‌نظیر زاکر نگاش کن. همینجا همین کارا رو میکنه. عشق خیلی خوبی. به خاطرم قرارمون یادت نره، دیر نکنی منتظرم، قرارمون یادت نره، دوست دارم یادت نره، قرارمون
شد؟ یاد یه خاطره افتاد. دوست دارم یادت نره قرارمون ساعتش کنار دل شوره زدن کنار دل واپسیا درسه یه وقت نیومدن عاشقم و عاشق تو از همه دیوونه ترم قرارمون یادت زره دیر نکنی منتظرم قرارمون یادت زره لای 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 باریکلا تمرین. دوست دارم یادت نره قرارمون یادت نره دوست دارم یادت نره. آخه خانومه به نظر چه اتفاقی براش افتاد که صد زیر به گریه؟ نظرم عاشق بوده با این آهنگ خاطره داشته آفرین. و اون ولش کرده رفته. آها این آهنگ از منصوره. منصور خواننده‌ای که قدیم خیلی خوب میخوند ولی الان نه خیلی. خدا کنه بگه چه شد. بعد قطعا ایشون من متوجه شدم این خاطره سن و داشت. سالش مشخصا میخوره به اینکه این آهنگو شنیده باشه، چون این آهنگ تو دهه اوایل دهه 80 و اینها آره. خیلی عاشقانه خفنی بود و برای قلبای شکسته هم خونده شده دیگه اینجوری. و اجرای عالی زاکر. تشکری زیاد. الان امین میپرسه. خانم گریه کردی؟ چرا؟ زاکر پرسید. زنده بگو باشین چرا؟ احساساتی شدیم واقعا. مرسی، ممنون. سلامت باشین. چقدر که توانستیم یک لحظه هم باشد دلهای شما رو شاد کنیم. البته خیلی البته ممنون. خیلی قشنگ. زنده باشید. موفق باشین. حالشون رو تشکر خوب زیاد. کردیم اسمتون چیه؟ بچه. من پریسا، دوستم شکیلا. پریسا شکیلا. خوبه. پریسا اسم من زوکی، اسم دوستم امین. امین، موفق باشین. یعنی که قشنگه. پرش امین جان جان است. 100% امین جان جانه. امین رو داریم ما تو ایران ولی اسم ایشونو زاکی. نداریم. اسم تو کمچینه. داریم. دستت کم چی؟ خانم شما سالتون چند است؟ تولد چند هستین؟ 24. 24. هر دوتاتون؟ بله. بده نه دوستم 23. به امین جان چندی خوره؟ بنده خدا. امین 20. 6. چقدر 26. دیدی چی کار نه من کرد؟ برم از زودم کلاهو در آورد و آره. وای وای امین وای. جان چندی خوره؟ 6. چقدر 26. خراب کرد. نه من برم از نه تو رو خدا. شوخی کرده نه شوخی کرده 23. میشوا میشه بله. بله. قبوله. همسنی. شما 2 1. 27 27. نه 28 میخوره بگو. من 24 هستم امین 22 آقای تو نگاه کن این حرکتی که زبونش انداخت تو لپش نگاه کن. نه 28 میخوره بگو. من 24 هستم امین 22 فوق‌العاده این. 24. آره زنده باشین. سلامت باشی امین چی خیلی میخواد؟ قشنگه. سلامت آره باشی. این کلاهی محلی است یعنی که میگن تاجیکی تاجدار. بله. تاجتون هم قشنگ. سربلند باشین، زنده باشین. به تاجیکستان بیاین مهمانی ما اگه پول داشتیم حتما میومدیم. مهم سلامتی است سلامتی باشد پول میشود این تمام سرتیفیکات شد. کردن شما را بی میلیون دلار میستد. با میگه پول نداریم. 43 گرمه. هر روز میری سالن لوا را با تکس. ما اصلا آرایشگاه نمیریم. به خدا ما اصلا از این کارا نمی کنیم. از آن که دختران نیستی نه؟ نه ما نچالیم. خوبه این خیلی خوبه باور کن. یک راست خودی زیادی ها. امین خرجی چی زیادی میگی؟ میشه اگه اونجوری آره. الان پیشنهاد ازدواج میده. ناخونا بودن درست نه. حتی ناخونا بودن. بهترین. با زور اینستا فالو میکنیم. حتما سلامت باشین بسیار خوشحال شدیم از شناسایی با شما بچه صداتون عالی بود. مرسی. دمتون گرم. تشکر سلامت زیاد باشین. هنرتون عشق در سلام من علیکم. دیگه. مستدام باشه. ولی زاکی حالا زوکی که زاکیر هست زاکر رو داریم. آره. زاکر هست. آره. زاکر. چون اون مدل تاجیکیشو میگه و میگه زوکی خب دقیقاً. اونجوری حاله. علیکم السلام. خوبی خانم. ایوا. چند میزنی بخونی؟ چقدر قشنگ قوس داری. کجایی؟ دوستان. با پرتابان هستین. میشه یه آهنگ بخونی؟ آره
چرا که نه. ما یک آهنگ میخونیم، آهنگ ایرانی، تو گوش بده. ایرانی رو خوب میخونی که نمیچینم گلی که خار داره دلبر، نگیرم دلبری که یار داره دلبر. نمیچینم گلی مانند شم و دلبر، که یه شم بوی زلف یار داره دلبر. یارمو میگردم کسی نمیدونه دردم، ظاهر شادی داره اما اسیر دردم. حیرانمو میگردم کسی نمیدونه دردم، ظاهر شادی داره اما اسیر دردم. جانم هستی زاکی. ببین اشتباه، من خودم هم دیر اینو فهمیدم، ولی الان این خواهرمون هم داره همون اشتباه رو میکنه. تو حالش خوب نبود معلومه. آدم نباید بروز احساساتش رو جلوش رو بگیره، یعنی وقتی که یه حسی بهت میرسه باید همون موقع نشونش بده. الان این خوب شدته؟ این خوب شده شه تازه. حالا ببین موقعی که داغون بودم چی بودم. ولی مثلا الان لذت برد، کیف کرد، ولی سعی کرد مثلا با 2 تا لبخند ریز تموم کنه کار. ولی تو خوشحالی مثلا یهو واو سورپرایز شو واقعا. ولی نمیدونیم آدم درونش چیه، میدونی؟ چقدر سختی کشیده، چه برش گذشته، درسته. ولی اینی که تو لحظه احساساتو بروز بدی خیلی کار درستی. باید تمرین کنیم حتی اگه بلد نیستیم. منظورم اینه. خیلی صدا قشنگ بود. خیلی اصلا لهجه و اینا انگار واقعا میشی، انگار واقعا یه آدم ایرانی هستی که داری میخونی. مرسی. موفق باشید ان شاءالله. اصیل این پسر. تشکر زیاد. تمام آهنگ میخونه، نمیخوای گوش بدی؟ میخونی؟ آره حتما. آهنگ تاجیکی ولی با لهجه تاجیکی میخونه. این خوبه. ترکیه‌ای؟ تاجیکی. فارسی است، لهجه دیگر است. اوکی بخون. تاجیک دختره تو خار کردی ما را، سر برگی در و لیباخ کردی ما را. جدیده. ما برفی سفید بوده در کوهی بلند، ما برفی سفید بوده در کوهی بلند. آفتاب شدی و تو آب کردی ما را، آفتاب شدی و تو آب کردی ما را. آفرین گیتار امین جان. دیدی چی کار کرد؟ منم دقیقاً به جز بود. صداشو که قشنگ تحریر زد و به قول معروف بالا پایین کرد، ساز زدنش خیلی قشنگ. کردی ما را. ایوالله. خیلی زیبا. کاش ادامه داشت. چیزایی میفهمیدم. میگه که ای دختر تاجیکی منو خار کردی، درسته؟ آره. دیگه آفتاب شدی و ادامه‌شو یادم نیست. برفی بودیم که آب شدی، شد. ما را آب کردی. قشنگ بود، خیلی باحال بود. خوب بود؟ خودت نوشتیش؟ تا حالا فکر کنم نشیدمش جایی. آره را من خودم نشد. خیلی بلایی. ولی فکر کنم خود ننوشتی. با چه شگره. از کجا فهمیدی؟ قیافت معلوم بود. من خیلی آدم تیزیم. دروغ و اراز خیلی راحت میتونم تشخیص بدم. آهنگ یک سراینده از همین تاجیکستان. فهمیدم. کشورتون دقیقا کنار ترکیه میشه؟ هم سرحد ازبکستان خیتای. من مسابقات بوکس اومدم ازبکستان. تو بکسیاری؟ آره. دیدی؟ از تو خشنه. ترسیدن نکن. چند سالته؟ من 18 سالم. باشه من برم برام خودتون باشید بچه‌ها. خداحافظ. شب خوش داشته باش. مرسی خدافظ. سلام. افغانی؟ تاجیک. آها سلام. خوبی؟ یعنی چی؟ تاجیکستان رو میدونی؟ اومدم ولی با فرهنگتون و تاریختون آشنام و به نظرم خیلی آدم خفنی هستید. یه سوال بپرس ازش که بفهمیم بلدی. آره ما نیز آریایی هستیم. آره واقعا دوستتون دارم. زنده باشی، ما نیز شما رو دوست داریم. خوشحال شدم دیدمتون. ما نیز خوشحال شدیم. خدا. اسم چیه؟ نرگس. نرگس. اسم من زوکی، اسم برادرم امین. خوشبختم. ما آهنگ میخونیم، میخوای گوش بدی؟ آره حتما. یک آهنگ ایرانی میخونیم، تو گوش بده بگو میتونی خونده یا اینکه نه. برای دیدن تو بیقرارم تا بیام از سفر، بیام و حلقه بر در بزنم که اومدم بی خبر، بیا تا سر بذارم روی شونه تا که باور کنی، نفس گیره برام بی تو دیگه زندگی اثر کنی. الهی من فدای اون چشات، میخوام اینا بدونی که میمیرم برات، حالا یارو بیا امین جانو ببین.
با نمکی. عالی بودی. خیلی انرژیتون خوب. تشکر زیاد. فوق‌العاده. موفق شید. از بهترین موزیسینا باشید. به تاجیکستان بیا میهمانی. آمین. حتما دلم میخواد ببینم تاجیکستان رو، چون خیلی تعریف قشنگیشو شنیدم. حتما موفق بشید. شب خوش داشته باشید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ. خداحافظ. سلام علیکم. سلام. خوبی؟ خوبم. اسمتون اصله؟ اسم اکانتشه. اسم من زوکی، اسم دوستم امین. خوشبختم. ما نیز خوشبخت هستیم. ما از تاجیکستان هستیم. فهمیدم. آهنگ میخونیم. میخوای گوش بدی؟ آره چرا کنم. ترکی بخون. ترکی نمیدونی؟ ندیدم. نه بیا. ولی میدونن فکر کنم. آهنگ احساس میکنم آهنگ ترکی بلدن و حالا این ترکیه رو منظورش استانبولی، ولی مثلا ازبکی هم خب خیلی شبیه که ما شنیدیم مثلا از خواننده‌های افغانستان یا اونایی که ازبکی خوب میخونن خب یا تمرین تاجیکستان مثلا شنیدیم. باید کرده باشن. چون مثلا امین یه تیکایی بلده انگار. وقتی صدای پاها ما تاریم. بچه ها ما رو میبینید؟ چرا تار شدیم؟ بخار گرفته ما رو. از کی اینجوری بودیم؟ خیلی وقت نباشه، بچه ها بد نباشه. بریم. تپشای قلب من سر میزنه به آسمون، میخوام آروم بمونم، چی کنم نمیتونم، با چه شوقی خودمو دم در میرسونم، این دل عاشق کشه یه دم آروم نمیشه، وای 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 چه بگم من این دلم تو آتیشه، تا میگی سلام فقط با یک کلام دیوونه میشم، جز تو نمیبینه چشام، میلرزه صدام رنگ نفسام، از تموم این دنیا فقط جانم باشی زاکر. تشکر زیاد. سلام. هنرمند دوست داشتنی. موفق باشید بچه ها. خوب میخونن دوستی من ایرانی رو؟ آره خیلی خوب میخونید. فارسی خیلی خوب بلدید حرف بزنید. سلام علیکم. زبونشونه دیگه. جان عزیزم تو دکتری؟ بله. خیلی خوبه این. دکترم با بورسا تمام میکنم. کجا کار میکنی؟ امین جانو ببین. از سرت یک بورسا میکنم تمامم. نه دوستش دارم. جان خیلی آماده ای. چقدر عجیب و تمام. غریب داری میشی. ساکر خجالت کشید. نه مرسی. آه. برام شعر بخون. چی شعره بخونم؟ من که نمیدونم تو چی شعرهایی بلدی. یک آهنگ تاجیکی میخونه گوش بدی؟ آره. گوش بدی. آه. اسم چیه؟ اون بر گفتن قشنگ. آره. واسه سمیرا بخون. سمیرم آزی کجایی و صورت مای هوایی مثالی تو ندیدم عزیزکم هی سمیرم آزی کجایی و صورت مای هوایی حالش خوب شد. مثالی تو ندیدم عزیزکم تو چون ستاره ای آسمان تو چون ستاره ای خندان تو را میخواهم من از جان عزیزکم از دل و جان هی کی بنامش سمیرم آزی یادشم. کجایی و صورت مای هوایی مثالی تو ندیدم سمیرا جان. وای. ولی هنوزم توی شوخی هاش که حتی مثلا با خانوما میخواد شوخی کنه مؤدبه، خیلی قشنگ و بچه‌ها مؤدبه. بچهای گلی هن. چون مثلا دیدیم نمونه های چت رولت هایی که همین چی میگم بهش مینی چت هایی که بله. میگیرن تو مثلا حتی بچهای ایرانی از مثبت الفاظ 18 آره میکنن خیلی و دیگه اینها. زیاد از اندازه بی‌ادبی. نه امین جان و زاکر جان واقعا اومدن شیرینه. هنرشون رو نشون بدن آفرین. و با نمک. و در کنارش داره آره. طنز و قشنگیشون. صدات قشنگه. ممنونم. تو صدای زاکر هم بشنوید. بگو. چند روز پیش تولدم بود. من همین تقدیم برای تولد تو بود. مرسی عزیزم. چند سال هستی خانم سمیرا؟ من 30 سالمه. سیبم نمیخوره؟ نه. چی میکنی؟ یک 20 19 عزیزم
مرسی عزیزم، خیلی خوشحال شدم. زنده باشید. دوستی من یک آهنگ ایرانی واسه تو بخونه؟ آره بلدی؟ آره. اینو برای دوستم غزال بخون. غزال. غزالم تو رو خیلی دوست می‌دارم عزیزم نمیدونی با تو من چه حالی دارم حالا. غزالم تو رو خیلی دوست می‌دارم عزیزم نمیدونی با تو من چه حالی دارم یواشی نگات میکردم با نگات میکردم کوچه گشتم تا که تو را پیدا کردم لپات مثل اناره همیشه هوات بهاره اکتای امین جان در کنارش خیلی امین خوبی فوق‌العاده. حالا تو را پیدا کردم لپات مثل اناره همیشه هوات بهاره چشمات پر ستاره نگاه تا هیچکی نداره غزالم تو رو خیلی دوست می‌دارم عزیزم فوق‌العاده. با تو من چه حالی دارم وای سلامت دوستتون باشید. دارم. زنده باشین خب این کلاتون نگفتی یعنی چی؟ این کلاه محلی، کلاه تاجیکی. پرچم تاجیکستان. دارشم همیشه تاجیک. دوستان یه ویدیو چت کام با آخر هستی خیلی قشنگ بود. یکی از بهتریناتون بود. چقدر من دوستتون دارم بچه‌ها و چقدر آدم‌های خوبی هستین و روح سالمی دارین که میان آدم‌هایی رو که اینجوری دلگیرن وارد این فضاهای مثلا چتی و اینا میشن میان دلشاد میکنین، حالشون رو خوب میکنین با کارهای قشنگ. هم طنزتون، هم هنرتون، هم سازتون. مثلا باحالید. خیلی دوستتون داریم بچه‌ها. ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. قربون شکل ماهتون. ماچ به کله همتون. به امید دیدارتون. خدا نگهدار.